ادوین فان در سار. دروازه‌بان 197 سانتیمتری سابق تیم ملی هلند متولد 29 اکتبر 1970 در شهر فورهارت. ادوین فان در سار فوتبال حرفه‌ای رو در یکی از بهترین باشگاه‌های بازیکنساز دنیا یعنی آژاکس آمستردام شروع کرد. 9 سال بازی برای سفید و قرمز پوشان آمستردامی همراه بود با 4 قهرمانی لیگ هلند، 1 قهرمانی چمپیونز لیگ و 9 قهرمانی دیگه که با نسل طلایی این باشگاه به دست اومد. در 29 سالگی راهی تورین ایتالیا شد تا برای یوونتوس بازی کنه. 2 سال پیراهن بیانکونری رو به تن کرد، ولی با ظهور پدیده‌ای به نام جیانلویجی بوفون این تیم رو ترک کرد و راهی انگلستان شد. بین سالهای 2001 تا 2005 در 127 بازی برای فولهام به میدان رفت و 1 جام اینترتوتو کسب کرد. فان در سار با 130 بازی ملی بیشترین بازی رو در تاریخ تیم ملی هلند انجام داده و از این حیث صاحب رکورده. Brown, Radzinski, oh Davis, he's in! Van der Sar thwarts him again, and again. Oh, that's brilliant football. Good ball in, Szymanski! Van der Sar denies him! مقصد نهایی این گلر بلند قامت به اولترافورد منچستر ختم شد. جایی که از 35 سالگی به مدت 6 فصل برای منچستر یونایتد بازی کرد و با 41 سال سن از دنیای بازیکنی فوتبال خداحافظی کرد. مدتی که حراست دروازه شیاطین سرخ رو به عهده داشت، هواداران به یاد دوران پیتر اشمایکل افتادن و هیچ نگرانی از بابت دروازه خودشون نداشتن. در کنار چندین افتخار شخصی، همراه با من یونایتد ها به 10 قهرمانی مختلف رسید. ادوین فان در سار دارنده رکورد 1311 دقیقه بسته نگه داشتن دروازه که با منچستر یونایتد ثبت شد و تا به حال هیچ دروازه‌بانی نتونسته این رکورد رو بشکنه. It was Gallas who obviously got the right message across, but his fine header was bettered by Van der Sar. So turning and finding Muamba, now Wilshere did well, Muamba! Oh, magnificent save by Van der Sar. That might be even better than the last one. Edwin van der Sar's going to be 40 in October. That is magnificent.